سلام، خوشحالم که به ریاضی علاقه‌مندی. امروز قراره با هم دیگه جزء صحیح رو یاد بگیریم. اصلا جزء صحیح چی هست؟ جزء صحیح یکی از توابع پرکاربرد توی ریاضیه و اونو این شکلی نمایش میدیم. جزء صحیح یعنی بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی اون عدد. برای اینکه بهتر درکش کنیم، بیاین بریم به دنیای ریاضی. فرض کنین که روی محور اعداد ایستادین و میخواین جزء صحیح عدد رو به دست بیاریم. کافیه که به طرف چپ برگردیم. اولین عدد صحیحی رو که میبینین برش دارین. اون میشه جزء صحیح عددی که روش ایستادین. جزء صحیح یک عدد میتونه کوچکتر یا مساوی اون عدد باشه. دو تا حالت داریم. یا عددمون جزء اعداد صحیح هست یا نیست. اگه جزء اعداد صحیح باشه با جزء صحیحش برابر و در غیر این صورت جزء صحیحش عددی صحیحه که از خودش کوچکتره. اگه داخل جزء صحیح با یه عدد صحیح جمع شده باشه میتونیم عدد صحیح رو بیاریم بیرون. حالا بریم چند تا مثال حل کنیم. میخوایم جزء صحیح 6 رو به دست بیاریم. یعنی دنبال بزرگترین عدد ممکن میگردیم که متعلق باشه به اعداد صحیح و کوچکتر یا مساوی 6 باشه. خب این عدد خودش 6ه. حالا توی مثال دوم میخوایم جزء صحیح -4.6 رو حساب کنیم. یعنی دنبال بزرگترین عدد ممکن میگردیم که متعلق به اعداد صحیح و کوچکتر یا مساوی -4.6 باشه. میشه عدد -5. حالا نوبت شماست. ویدیو رو نگه دارید و سعی کنید 2 تا مثال بعدی رو حل کنید. بعدش پاسخ خودتون رو با جوابی که نمایش داده میشه چک کنید. حالا وقتشه که نمودار جزء صحیح رو رسم کنیم. اما چجوری؟ خب بیاین یه جدول بکشیم. بعدش دامنه رو بخش بندی کنیم و تو جدول بذاریم. حالا کافیه که نمودار رو با توجه به جدول کامل کنیم. به این نمودار میگن نمودار مادر و هر پاره خط توی نمودار مادر طولش برابره با 1. اگه جزء صحیح 2x بود چی کار کنیم؟ اول طبق دامنه محدوده x ها رو مینویسیم. خب الان x رو داریم ولی ما 2x رو میخوایم. پس ضرب در 2 میکنیم. حالا چون محورمون محور 2x نیست، پارامترهایی که به ازای x ها به دست آوردیم رو وارد میکنیم. همونطور که مشاهده میکنیم طول هر پاره خط 1/2. حالا میخوایم با داشتن این یکی نمودار جزء صحیح x رو بسازیم. فهمیدیم که جزء صحیح همیشه جوابش عدد صحیحه. پس تو محور y ها نمیتونیم عددی غیر صحیح به عنوان خروجی داشته باشیم. خطوط صورتی رنگ اعداد صحیح ما هستند و دایره ها نقاط برخورد. برای رسم نمودار کافیه که قسمت های بین اعداد صحیح افقی بشه روی عدد صحیح قبلی. به این ترتیب. پس این شد نمودار جزء صحیح روی محور مختصات. حالا نوبت شماست. میتونید با داشتن x2 نمودار جزء صحیحش رو بکشین؟ حالا میخوایم این 2 تا نمودار رو به کمک روش‌های انتقال رسم کنیم. اول از همه نمودار مادر رو میکشیم و بعد هر کدوم رو انتقال میدیم. همونطور که میبینید این 2 تا تابع با هم برابرن. اگه گفتین چرا؟ این همون قانونیه که توی این اسلاید بهش اشاره کردیم. حالا بیایید فقط چند تا از کاربردهای جزء صحیح رو توی دنیا ببینیم. از مالیات و حقوق و حسابداری گرفته تا تقسیم داده توی هوش مصنوعی جزء صحیح میتونه پرکاربرد باشه. مرسی که همراه من بودین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.